اکثری اجساد و تلفات تقریبا دقیق شده و بیشتر نیست. تا جای فکر میکنیم یک چیزی کم مانده اینجا. انشالله که این ارقام در حدود 400 نفر شهدا و 200 زخمی ها ارقام دقیق است که خدمت شما عرض شد و اجساد شهدا اکثرشان به خانه هایشان برده شده و کدامشان که مانده پیش ما همکنون انشالله خدمت شما میارن. اینجا اجساد شهدا میتونید که از او ویدیو کلیپ بگیرید.